خیلی از شما دوستان که در حال آماده شدن برای پذیرش تحصیلی هستید از من این سوال رو میپرسید که آیا نیاز هست تا زمانی که در ایران هستید منابع آزمون وکالت آمریکا رو پیدا کنید و شروع به مطالعه کنید؟ جواب این سوال خیر هست. شما اگر بخواید آزمون وکالت آمریکا رو بدید حتما باید به صورت فیزیکی در آمریکا حضور داشته باشید و برای اینکه در آمریکا فیزیکی حضور داشته باشید شما یک پروسه طولانی رو باید طی کنید. اول اینکه شما باید امتحان تافل یا امتحان آیلتستون رو بدید. بعد از یکی از دانشگاه‌های آمریکا در واقع پذیرش تحصیلی بگیرید. بعد از اینکه پذیرش تحصیلی گرفتید باید برید سفارت و ببینید آیا ویزا میگیرید یا نه. بعد از اینکه ویزاتون رو گرفتید و وارد خاک آمریکا شدید، اون دوره تحصیلیتون حالا JD هست یا LLM هست رو تموم کردید، میتونید توی یه سری دوره‌های آموزشی آنلاین شرکت کنید که این دوره‌های آموزشی سوال‌های تستی داره، سوال‌های تشریحی داره، کلاس‌های توضیحی ضبط شده داره. میتونید این کلاس‌ها رو خریداری کنید و برای آزمون وکالت آماده بشید. ولی تا زمانی که در ایران هستید نه به دنبال منابع آزمون وکالت باشید و نه اینکه حتی اگر یکی دو تا از کتاب‌ها رو هم پیدا کردید، توصیه من اینه که اینا رو مطالعه نکنید. فلسفه درس خوندن توی آمریکا اینه که شما بیاید سر کلاس باشید، با محتوای حقوقی آشنا بشید و بعدش آماده بشید برای آزمون وکالت.